نفر بعدی که سراغش رفتم کامران حیرتی بود. برای این جلسه حضوری اونقدر استرس و هیجان داشتم که شب قبلش نخوابیدم و تا صبح مشغول آماده سازی فایل‌های فیلم بودم تا بتونم نشونش بدم و بتونه یه تصویر دقیق از ویژن کار بگیره. صبح رفتم دفترش در نیاوران. حدود 3 ساعت صحبت کرد. پر بود از بحث‌های سینمایی و معماری. حتی نوشته‌ها و داستان‌های کوتاهش رو برام آورد و خوندم. بعد پروژکتور رو روشن کرد و پروژه‌های معماریش رو نشونم داد. ایشون انقدر اطلاعات سینماییشون بالا بود که حتی یکی از ویلاهاشون با الهام از فیلم خانه دوست کجاست عباس کیارستمی طراحی شده بود. من از ویلای صفادش خیلی خوشم اومده بود. بهش گفتم چون فضای صلبی داره و با متریال بتون ساخته شده، جنس سخت و خشنش در تضاد با کاراکتر لطیف فیلممه. همین تضاد رو دوست دارم. آقای حیرتی گفت این ویلا کار مورد علاقه خودشه. چون کارفرما بهش آزادی کامل داده بود تا هرچی درونیات خودش میگه اجرا کنه. میگفت برای طراحیش به کودکی و نوجوانی خودش رجوع کرده و حس کنجکاوی اون دوره رو توی معماری این ویلا زنده کرده. حتی موسیقی جزیره مرگ راخمانینوف رو براش در نظر گرفته بود و از نظر حسی اونو شبیه تابلوی جزیره مرگ بوکلین میدونست. این ویلا 7 جایزه مهم معماری هم دریافت کرده بود که جذابیتش رو برای من چند برابر میکرد. از اونجایی که ویلا متعلق به آقای کبریچی مدیرعامل برند هانی بود، قرار شد آقای حیرتی با ایشون صحبت کنه. 2 هفته بعد جواب رسید. به دلایل شخصی اجازه فیلم برداری در اون ویلا داده نشد. بعد از این تجربه نفر بعدی که سراغش رفتم امیرحسین تبریزی بود.